یک نکته در باب بعثت این است که بعثت رسول اکرم اسلام چیزی را تحقق بخشید که به نظر محال می آمد، ناممکن بود. اون چی بود؟ اون این بود که از مردم جزیره العرب دوران جاهلیت که حالا عرض میکنم خصوصیاتشون چی بود، از این مردم یک امت با فضیلت مثل امت اسلامی دوره خود پیغمبر تشکیل داد. مردم گمراه، سرگردان، بی هدف، به شدت نادان، دچار فتنه‌های بزرگ، فتنه‌های ناشی از عصبیت‌ها و جهالت‌های بزرگ. در عین حال با همه این صفاتی که عرض کردیم، نداشتن علم، نداشتن معرفت، نداشتن ذره اخلاق و اینها، نداشتن هدف، با همه اینها به شدت متکبر، به شدت خشن، حق ناپذیر، لجوج. این خصوصیات مردم عربستان، مردم مکه و بقیه جاهایی که در اون وقت بودن، از بزرگان و کوچکانشون، رؤسا و زیردستانشون این خصوصیات رو داشتن. پیغمبر اکرم آمد از همین مردم یک ملتی ساخت. با یه فاصله کوتاهی که عرض میکنیم، ملت متحد. شما نگاه کنید به مسلمانان زمان پیغمبر، چه اون وقتی که منحصر بودن در مدینه و چه اون وقتی که گسترش پیدا کردن به مکه و طائف و بعضی جاهای دیگه، متحد، با فضیلت، با گذشت، فداکار و دارای عالی‌ترین خلقیات، یه چنین ملتی. اون همون آدم‌ها رو تبدیل کرد به یه چنین انسان‌هایی.